نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا شفيع. سوره مبارکه مدثر هست. ابتداءً ربط و مناسبت این سوره با سوره گذشته که ما در سوره قبل سوره مزمل خواندیم و رتل القرآن ترتیلا. خدای عزوجل به پیامبرش دستور داد که قرآن را بخوان، قرآن را در نمازهای شب در نیمه شب برخیز، بلند شو و قرآن را با ترتیل، با رعایت آداب تلاوت زیبا تلاوت کن. و حال در سوره مدثر میخوانیم که نه تنها اینکه قرآن را تلاوت کن که نفع تلاوت و خیر تلاوت و سود تلاوت به خودت میرسد، بلکه برای دیگران هم قرآن را بیان کن، مطالب قرآن را و مسائل قرآنی را، دستورات قرآن را تبلیغ بکن، به دیگران هم برسان. پس در این سوره علاوه از اینکه انسان برای خودش باید تلاوت بکند، الله عزوجل به حبیبش، به پیغمبرش میگه برای دیگران هم تلاوت کن. در ارتباط با این آیات اولیه این سوره، تقریبا 6 آیه اولی که تلاوت شدند، نوشتند که این آیات هم جز اولین آیاتی هستند که بر رسول مکرم صلی الله علیه و سلم نازل شدند. البته اولین آیات بنابر تحقیق علما آیاتی هستند که در اول سوره علق هستند. اقرأ باسم ربک الذی خلق. بعد از آن یه زمانی و یک فاصله که در اصطلاح بهش فترة الوحی میگویند، در این زمان وحی نیامد و وحی بنابر مصالحی که الله بداند و آمادگی که در پیامبر عظیم الشأنش پیدا بشه، وحی قطع شد تا 3 سال. بعد از آن حضرت صلی الله علیه و سلم روزی مجددا تشریف بردند و
به سوی همون غار رفتند، غار حرا رفتند که همون صدا را شنیدند. وقتی که آن حضرت نگاه کردند اطراف خودشون چیزی را ندیدند و به بالا که نگاه کردند، آسمان را نگاه کردند، جبرائیل امین را برای اولین بار به شکل حقیقی و به شکل اصلیش دیدند که تمام افق را در بر گرفته بود. از مشرق تا مغرب تمام افق به غیر از جبرائیل و پرهای جبرائیل چیزی دیگه پیدا نمی شد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم وحشت زده شدند و افتادند و بعد از آن خانه آمدند و یک حالت تب به ایشون دست دادند. فرمودند به خدیجه رضی الله تعالی عنها دثرونی دثرونی، بر من چادری پتوی چیزی بیندازید که سردم هست. و آن حضرت لای چادر و پتو پیچیده بودند که این آیات نازل شد. الله عزوجل همون حالت را، همون شرایطی که آن حضرت داشتند که شرایط در چادر پیچیدن را داشتند، در پتو پیچیدن را داشتند، اون شرایط را الله عزوجل با همون حالت خطابش کرد. عیناً مثل این خطاب با محبت است. کسی را که شما ببینید که عزیز شما هست، دوستش دارید، در یک حالتی هست، با همون حالت صداش میکنید. مثلا در حالت خوردن غذا هست، شما به اون صفتی میدهید که یعنی تو داری غذا میخوری. مثل این که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را دیدن که سرش را گذاشته بر زمین و روی خاک خوابیده. بهش گفتند قم یا ابا تراب. ابا تراب یعنی خاکی، کسی که روی خاک خوابیدی. چنان این لقب برای حضرت علی خوشایند بود و چنان زیبا بود که بعد از اون لقب حضرت علی ابو تراب شد. یک بار آن حضرت فرمودند. لذا کسی را در یک حالت خاص ببینی و با همون صفت صداش بکنی، این صدا و این ندا و این صدا زدنش نوعی محبت هست و صدا و ندای محبت آمیز است. الله عزوجل وقتی که پیامبر محبوب خودشون را در اون پتو پیچوندن دیدند، فرمودند یا ایها المدثر، ای کسی که خود را در پتو پیچیدی، در چادر پیچیدی، قم فانذر. الان وقت استراحت نیست، وقت چادر و پتو نیست، تو رسالتی داری از سوی الله عزوجل. لذا برخیز و مردم را انذار کن، مردم را بیم بده، مردم را بترسان، از عذاب خدا بترسان، از فردای قیامتشون بترسان از شرک، به سوی توحید فرا بخوان. و ربک فکبر، و عظمت رب را، بزرگی رب را، کبریایی رب را برایشون بیان کن. ربک فکبر ای عظم ربک من الشرک، عظمت رب را بیان کن که این رب عظیم، این رب کبیر، این رب اکبر از شریک پاک است، شریکی ندارد، همراهی ندارد، همسری ندارد. لذا برو مردم را بترسان از عواقب شرک که مردم همه گرفتارند، همه مبتلا هستند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از اینجا در واقع مسئولیت تبلیغ و مسئولیت رسالت خودشون را دریافت می کنند و صفاتی که اینجا برای پیغمبر نوشته شده، این صفات یک دعوتگر است.
من و شما اگر میخواهیم دعوتگر باشیم، میخواهیم به سوی الله مردم را فرا بخوانیم، دعوت بدهیم، باید این چنین باشیم. اولا خواب را باید کنار گذاشت، استراحت را، راحت را، رخت خواب نرم و گرم را باید ترک کرد. قم، بلند شو که وقت تبلیغ است، وقت انذار مردم هست. پس اولین چیز برای یک دعوتگر این است که راحت طلب نباشد، آسایش طلب نباشد، دنبال رفاه نباشد، دنبال تجملات نباشد، بلکه باید خوابش را، راحتش را، استراحتش را برای رضای ربش قربان بکند. و بعد و ربک فکبر، اولین دعوت عظمت رب هست، عظمت پروردگار را، بزرگی الله را، شأن الله را باید در قلب مردم جای داد. باید قلب مردم را از هر غیر الله خالی کرد و فقط الله را قرار داد و جای داد. ربک فکبر، ای عظم ربک من الشرک، در دلها شرک نباشد. و سومین وظیفه و ثیابک فطهر، لباست را پاک کن. لباس را پاک کردن چند معنی میتونه داشته باشه، چند تفسیر میتونه داشته باشه که همه تفاسیر و مفسرین اشاره کردن. یکی اینه که انسان از نجاستهای حقیقی و نجاستهای ظاهری لباس خودش را پاک بکند. برای عبادت این لازم است، از شرایط نماز است، از شرایط عبادت است. تا زمانی که لباس ما پاک نباشد ما نمیتونیم نماز بخونیم، نماز ما درست نمیشه. این معنا و این مفهوم هم میتونه باشه، یعنی برای عبادت باید لباست پاک باشه. اما بسیاری از مفسران اعتقاد دارند که مراد از لباس این لباسی که من و شما به تن میکنیم نیست. اینم درسته، ولی از قرینه، از سیاق، از ادامه آیات میفهمیم که مراد از لباس عمل است. خدای عزوجل برای مؤمن بهترین لباس چه لباسی را معرفی میفرماید؟ و لباس التقوا ذالک خیر. لباس التقوا پیراهنی نیست که من شما به تن بکنیم. لباس تقوا به اون عملی گفته میشه که من و شما اون را انتخاب میکنیم، اختیار میکنیم در زندگیمون. لذا منظور از این لباس عمل است، اصلاح عمل مراد است. و ثیابک فطهر، اصلاح عمل است. و الرجز فهجر، اصلاح عقیده است. این لباست را پاک کن، اعمالت خوب باشد. یک داعی، یک دعوتگر، یک کسی که مردم را به سوی خدا فرا میخواند، اول باید خودش از نظر عملی الگو باشد. بزرگترین عابد، بزرگترین زاهد، بزرگترین انسان با تقوا، انسان با اخلاق، انسان با مرام، تمام اعمالش درست باشد، مطابق قرآن باشد، در وجودش بغض، حسد، کینه، غیبت، دروغ، بهتان، از این مسائل خبری نباشد. و الرجز و ثیابک فطهر، لباست را پاک کن، لباس تقوا بپوش و لباس عمل بپوش. و الرجز فهجر، و نجاست را ترک کن. نجاست، بزرگترین نجاست شرک است. الله عزوجل به مشرکان می فرماید یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. مشرکان نجس هستند. پس بزرگترین نجاست شرکه. پس معنیش اینه که شرک را ترک کن، عقیده را اصلاح کن، عقیدت را درست کن. از هر آن چیزی که الله عزوجل را راضی نمی کند دوری کن. پس و بعضی گفتن و الرجز به معنی الاوثان،
بت‌ها را ترک کن. و اونم یه نوع نجاستی هست، نوع شرک هست. لذا الله عزوجل می فرماید که هم عملت را درست کن، هم عقیدت را درست کن. تو موحد باش، یکتا پرست باش، عامل باش، با تقوا باش، خدا ترس باش و برو به سراغ مردم و مردم را هم به این سمت و سو دعوت کن. ولا تمنن تستكثر، اخلاقت را هم درست کن. یه داعی هم باید عقیدش خوب باشد، هم عملش خوب باشد، هم اخلاقش خوب باشد. اینجا الله فرموده منت نگذار، ولا تمنن، چون منت گذاشتن نوعی بد اخلاقی هست. امکان داره کسی برای شما خدمتی کرده، شما را قرآن یاد داده، فرزند شما را تعلیم داده، بعد بگه که من بودم و من این همه برای شما زحمت کشیدم. این منت گذاشتن. منت کسی که بالخصوص برای دین خدا کار میکند، این منتش بی فایده هست، این منتش بی جا هست. لذا الله میفرماید ولا تمنن، بر تبلیغ منت نگذار که تستکثر، از این طریق زیاده طلبی بکنی. زیاده طلبی چی؟ بعضی استکثار مال گفتن، بعضی استکثار مقام گفتن، که منت بگذاری جایگاهت را ببری بالا، شخصیتت را ببری بالا، یا نه بخواهی مال جمع بکنی. هر دو درست نیست. داعی نباید به فکر مقامش باشه و همچنین نباید به فکر مال باشه که من خدمت میکنم کسی به من پولی بده، کسی به من شهریه‌ای بده، خلعتی بده. لذا الله عزوجل میفرماید که در راه خدا هم عملت خوب باشه، هم اخلاقت خوب باشه، هم عقیدت خوب باشه. و اگر در این راه نابرابری آمد، ناملایمات آمدند، ولربک فاصبر، به خاطر پروردگارت صبر کن، تحمل کن. دعوتگر باید صبور باشد، در مقابل مشکلات نباید عقب نشینی بکند، نباید خوف و هراس داشته باشد. لذا اینها صفاتی هستند که الله عزوجل برای رسول مکرمش، برای حبیبش مشخص می کند که در راه دعوت الی الله اینها را داشته باش، این صفات را، با این صفات خودت را بیارا و در راه الله حرکت کن، قم، قیام کن، برخیز و دین الله را به همگان برسان. بعد از پیام توحید و پیام الله، الله عزوجل در ارتباط با آخرت سخن می فرماید. مشرکین سه چیز را منکر بودند، هر سه تا اینجا بیان شده. یکی منکر توحید بودند، یکتا پرستی بودند، و یکی منکر قیامت بودند، و یکی منکر رسالت بودند. رسالت رسول الله را قبول نداشتند. این سه تا اصول دین ما هستند. کسی یکی را قبول داشته نباشه مسلمان نیست. انسان باید خدا را در ذات و صفات یگانه بداند، کسی را با خدا شریک نکند. این را میگن توحید. انسان باید اعتقاد داشته باشد که همه پیامبران از سوی الله عزوجل رسالت داشتند و آمدند، به ویژه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر الله است. پیام الله را تا قیامت برای همه مردم رسوندند. این باور داشته باشه. سوم، اعتقاد داشته باشه بعد از مرگ برخاستن مجددی هست، زندگی مجددی هست که باید در رابطه با این زندگی دنیا حساب پس بدیم. این را باید انسان باور داشته باشد. این ستاره اگر داشتیم، اینها میگن ایمان به اصول دین مسلمان هستیم، بقیه اعمال هستند. لذا الله می فرماید فاذا نقر فی الناقور، زمانی که سور دمیده میشه، آغاز قیامت از اونجا شروع میشه، سور اسرافیل زده میشه. فاذا نقر فی الناقور، نقر یعنی نفخ،
زمانی که دمیده میشه، زده میشه ناقور اسرافیل، فذلک یومئذ یوم عسیر. الله میفرماید آن روز سختی هست، روز آسانی نیست. الله سختی قیامت نجات بده، خیلی سخته. فذلک یومئذ یوم عسیر، آن روز سختی است، بویژه علی الکافرین غیر یسیر، بر کافران آسان نیست. کافران بدبختن اونجا، هیچ امیدی برای اونها نیست. مسلمان هنوز امید داره، اونی که در دلش ایمان موج میزنه، در دلش توحید و یگانگی الله هست، اون امیدواره. اون اگر مشکلی داشته باشه شاید از همین ابتدا بر اون لطف بشه، یا اگر خدای نکرده گوشمالی داده بشه بالاخره نتیجه خوب میگیره، نجات مییابه. اما علی الکافرین غیر یسیر، بر کافرین آسان نیست، بسیار سخت است. ذرنی و من خلقت وحیدا، الله عزوجل در آیات قبلی به رسول مکرمش فرمود ولربک فاصبر، در راه دعوت دین به خاطر ربت صبور باش، تحملت را بالا بگیر. بسیاری انسانهای متمرد و سرکش بودند که موجب اذیت و آزار رسول الله می شدند، من جمله این کسی که در این آیات، در ادامه آیات به او اشاره شده. این بدبخت که اسمش ولید ابن مغیره بود، در سوره های متعددی ما خواندیم در رابطه با این، الله تعالی اشارات تندی دارد. معلوم میشه که از دشمنان سرسخت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و از معاندین و مجادلین بود، جدال بالباطل میکرد، هی سعی میکرد که دعوت اسلام را خنثی بکند. یکی از یک کافر معمولی میگه من قبول ندارم، اما یکی از هی مبارزه میکنه، هی تبلیغات میکنه. مغز متفکر مشرکین بود ولید ابن مغیره، انسانی که اون خودش را باسواد میگفت، خودش را جهان دیده میگفت، تمام جهان را میگفت من دیدم، من هم ایران را دیدم، هم روم را دیدم، هم شام و یمن رفتم، همه جا رفتم، با فرهنگا آشنا هستم، میدانم که این کلام را از کجا آورده و العیاذ بالله از کجا سرقت کرده. کلام هر شاعری باشد، سخن هر گوینده باشد، من تشخیص میدم، من مچ دستش را میگیرم، من دستش را رو میکنم، این میگفت. اما وقتی که خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم برایش آیاتی خواند، هم خطبه خواند، خطبه معروف که من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له، این خطبه را رسول الله خواند و هم آیاتی از کلام الله مجید خواند. این انسان پر ادعا، این کسی که می گفت من با همه فصاحت ها و بلاغت ها و فرهنگ ها و تمدن ها آشنا هستم و دستش را رو می کنم، این منقلب شد، تعجب کرد این چه کلامی است، حالش به هم خورد، برای لحظات گیج شد، هیچ چیزی نگفت و بعد از اون تا چند روز سکوت کرد. احساس میکرد این کلام بشر نیست، میخواست بیاید به طرف ایمان. معروف شد که ولید متأثر شده، ولید داره مسلمان میشه. ولید سکوت محض بدنش را فرا گرفته بود، وجودش را فرا گرفته بود. آخر ابو جهل و بقیه سرداران احساس خطر کردن. یه روزی از همین روزهایی که ولید داشت فکر میکرد، قرآن هم درباره فکرش صحبت میکنه، انه فکر و قدر. ولید داشت فکر میکرد که چیکار بکنه. ابو جهل رفت خانه اش، گفت که ما ملت قریش تصمیم گرفتیم برای تو پول جمع‌آوری بکنیم. یک کسی بود که خیلی سرمایه‌دارم بود، هم باسواد بود، هم سرمایه بسیار زیادی داشت، میخواست طعنه‌اش بزنه، از راه تعصب میخواست وارد بشه. لذا
گفت میخوایم برای پول جمع بکنیم، مثل اینکه فقیری پول نداری. گفت چطور مگه؟ من چه چیزی کمبود دارم، چه کمبودی دارم که شما میخواید برای ما پول جمع آوری بکنی؟ گفت آخر میبینیم که تو هم میخوای بری و برده محمد بشی، غلام محمد بشی، مشکل داری، پول کم داری، ما بهت بدیم. مرد حسابی، تو یکی از سرداران هستی، تو جایگاه خودت را نمیدونی؟ از این راه وارد شد، تو شخصیت خودت را فراموش کردی. گفت آخه چی کار بکنم که میترسم اگر واقعا کلام خدا باشد عذابش سخته. ابو جهل گفت اگر عذابی بود به گردن من عذاب تو را میکشم، ولی نکن این کار را. جمله بگو، چیزی بگو که مردم دارن متأثر میشن بر علیه محمد. گفت چی بگم؟ گفت بگو شاعر هست، کاهن هست، هر چی. گفت سوگند به خدا که کلامش با کلام شاعران هیچ مشابهتی ندارد. گفت پس یه چیزی بگو. گفت باید فکر بکنم. خلاصه اول به طرف ایمان داشت می آمد، اما با این جلسه و با این تحریک و با این تعصبات کم کم فاصله گرفت. آخر گفت که جادو هست، جادو هست که در انسان تأثیر میگذارد و حتی من هم متأثر کرد. منم برای لحظاتی، برای روزهایی، برای ایامی متأثر شدم. لذا به این صورت مبارزه کرد با قرآن مجید و مردم را و فکر مردم را به بیراهه کشید. الله عزوجل اینجا تهدید میکنه این بدبخت را و امثال این را، تمام کسانی که در مقابل قرآن هستند، امروز هم کسانی که بر علیه قرآن تبلیغات میکنند. دشمنی قرآن خیلی سخته. هستند گروهایی تو این ماهواره ها نشستن، شب و روز آیات قرآن را میخوانند، ترجمه فارسی حتی میکنند، بعد از اون ایرادات میگیرند. اینجا قرآن از نظر تاریخی دچار اشتباه شده، اینجا این اشتباه علمیش هست. افرادی کتاب هم نوشتند، لذا ولیدها زیاد هستند. به این خاطر ما هیچ وقت آیات را منحصر به فرد خاصی نمی کنیم. لذا الله می فرماید ذرنی ها. این ولید وقتی که ابو جهل گفت که چت شده، چرا متأثر شدی، کلامی گفت که علامه قرطبی این کلامش را برای ما نقل کرده. گفت والله لقد سمعت منه کلاما، سوگند به خدا که من از محمد سخنی شنیدم که ما هو من کلام الانس، این کلام انسان نیست، ولا من کلام الجن، و کلام جنم نیست، نه کلام انس و نه کلام جن. و ان له لحلاوه، کلام این یک شیرینی خاصی دارد. و ان علیه لطلاوه، و یک لذت خاصی دارد و تأثیر خاصی بر وجود انسان دارد. و ان اعلاه لمثمر، اعلای این کلام تشبیه میده به یک درختی، بالایش را نگاه میکنی پر از میوه هست. و ان اسفله لمغدق، پایینش را نگاه میکنی پر آب است. درخت وقتی که پایینش عرض کنم که آب باشد و ریشه هایش کاملا در آب باشه، مشخصه چه ثمری میده، چه نتیجه داره. و انه لیعلو ولا یعلى علیه، این بر هر کلامی پیروز میشه، غالب میشه و هیچ چیزی بر این غالب نیست. و ما یقول هذا بشر مثل این نمیتونه سخن بگه. این از سخن بشر بالاتر است، از گفته بشر بالاتر است. لذا بعدا این بدبخت کفر کرد. الله می فرماید ذرنی و من خلقت وحیدا، این وعید الهی هست، تهدید الهی هست. مرا بگذارید با اون کسی که من تنها او را آفریدم. خلقت وحیدا را چند تفسیر کردن. یکی این که من به تنهایی آفریدم، در آفرینش او هم میداند که خدا شریک ندارد، چرا در عبادت شریک داشته باشد. یکی معنیش اینه.
یکی این که او را به تنهایی آفریدم، یعنی وقتی که آفریدم تک تنها بود، الان فرزند داره، الان قوم و قبیله داره، الان پارتی داره، حزب داره، گروه داره، افرادش جمعیتی جمع هست. اون زمان تنها بود، حتی لباس هم نداشت، فراموش کرده اون روز عجز و ناتوانی خودش را. تنها آفریدمش که او تنها بود. و بعضی گفتن وحید معنیش هست یعنی یک کتاز میدان، این خودش را وحید می گفت، یعنی بی‌نظیر، مثل این کسی نبود، حریف نداشت، یک کتاز بود. لذا این خودش لقب خودش را گذاشته بود. الله عزوجل تمسخرا و استهزاء او را میگه اون کسی که من او را یک کتاز آفریدم بگذارید که من به حسابش برسم. و جعلت له مالا ممدودا، اون انسانی که من قرار دادم برای او مال فراوان، این همه مال من الله بهش دادم، از کجا این مال ها را آورده؟ و بنین شهودا، و فرزندانی که حاضر باشند. شهودن یعنی حاضرند. بعضی ها فرزند خدا بهشون داده ولی فرزندان دنبال زندگی خودشون هستن، با پدر کاری ندارن. پدر اینجا ایران زندگی میکنه، یک فرزندش لندنه، یکی آمریکا است، یکی نمیدونم اون گوشه دنیاست. خب دلش خوش فرزند دارم، ولی فرزند هیچ وقت به دردش نمیخوره، بازو و عصای برای پدر نمیشه. امکان داره وقتی پولی چیزی بفرسته ولی دیگه دردی نمیخوره. اما یه پدری هست که چند تا فرزند داره، همه فرزندان حاضر و آماده. یک فرزندی باغهایش را داره اداره میکنه، یک فرزندی مغازهایش را و تجارتش را داره مدیریت میکنه، یک فرزندی رمه و نمیدونم مالهایش را مدیریت میکنه. همه کارها تقسیم به دست فرزندان، روزها کارهای خودشون را میکنن، شب دوره هم هستند. خب این نعمت بزرگی هست. لذا ولید را میگن 10 تا پسر داشت، خدا بهش زیاد داده بود نعمت، ولی ناقل بود بدبخت. 10 تا پسر داشت، همه فرزندانش تمام کارها و امورش را، هم امور تجاریش را انجام میدادن، هم امور خانهش را انجام میدادن، هم مالی چیزی داشت، گوسفندی، شتری، همه کارها به دست فرزندان خودش بود. لذا الله میفرماید این انسانی که من بهش مال فراوان دادم و بنین شهودا، و فرزندانی که حاضر باشند، همیشه آماده باشند، من بهش دادم. و مهدت له تمهیدا، و برای او تمهیداتی هم آماده کردم. یعنی چی؟ یعنی بهش جایگاه دادم، پست دادم. برای خودش کسی هست، مردم را به عنوان یک سردار، به عنوان یک کت خدا، به عنوان یک بزرگ میدانند. صاحب عزت هم در میان جامعه هست، شخصیتی برایش درست کردم. اما این همه دادم و الان با آیات ما دشمنی می کند. ثم یطمع ان ازید، بعد از این هم طمع دارد، انتظار دارد که من در او بیفزایم، هنوز بهش بیشتر بدم. کلا، ردعیه هست، هرگز نه. الله می فرماید انه کان لآیاتنا عنیدا، این علت است، به دلیل اینکه این انسان نسبت به آیات ما معاند است، ضدی هست، ضد آیات ما است. چیکارش میکنم؟ سأرهقه صعودا، ان قریب او را از صعود بالا میبریم. صعود در درس دیروز هم عرض کردم، بعضی ها معتقدن یک کوهی هست از آتش. بعضی مجرمان را که بیشتر الله عزوجل شکنجه بدهد، دستور میدهد توی آتش، در وسط آتش روی کوه هم برند و با تازیانه اونها را میزنند. این سختترین و شاقترین عذاب است. الله میفرماید بر اون صعود میبرم. انه فکر و قدر، این تفصیل انادش هست، بنویس تفصیل اناد.
چطور عنید بود، چطور معاند بود، ضد آیات ما بود. الله می فرماید انه فکر و قدر، این انسان بدبخت ابتدا فکر کرد با خودش و سنجید، پیش خودش یک محاسبه ای کرد، سنجید که این کلام چه کلامی هست. فقتل کیف قدر، الله می فرماید مرگ بر او، لعنت بر او. قتل این کشته بشه، منظور همون لعنت خداست، نفرین خداست. لعنت بر او. کیف قدر، چگونه بد سنجید. ثم قتل کیف قدر، سپس لعنت بر او، چگونه بد سنجید. به جای اینکه بیاید به طرف هدایت، به جای اینکه خدای عزوجل اون نور هدایت را بهش نشان داد که بیاید به طرف هدایت، اما این تعصب غالب شد، عناد غالب شد، تکبر غالب شد که مشرکین مکه عارش دادند. ثم نظر، سپس نگاه کرد. ثم عبس و بصر، بعد از اون عبوس شد. عبوس شد و بصر، چهرهش در هم گرفته شد، در هم پیچید، چهرهش هم عبوس شد و هم در هم بر هم شد. ثم ادبر و استکبر، سپس به جای اینکه بیاید به طرف ایمان، بیاید به طرف هدایت، ادبر، پشت داد و استکبر و تکبر کرد، رفت به طرف کفر. چی گفت؟ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، نیست مگر این نیست مگر جادویی بود. یؤثر، ینقل، نقل شده از جاهای دیگه. این جادویی هست که از بلاد دیگه این را آوردند و انسان را متأثر می کند، دگرگون می کند. میخواست توجیه بکنه حالت خودش را که اگر من هم متأثر شدم چون جادو بر من اثر کرد. ان هذا الا قول البشر، این نیست مگر قول بشر است. این سخن بشر است، سخن خدا نیست. الله عزوجل از اینجا به بعد برش وعید بیان می کند. بعد از اینکه به این نتیجه رسید، الله می فرماید سأصلیه سقر، من ان قریب او را به سقر داخل می کنم. سقر نامی از نامهای جهنم هست. الله می فرماید او را در قعر سقر، در وسط جهنم می برم. و ما ادراک ما سقر، خبرداری میدانی سقر چی هست؟ و ما ادراک استفهام تحویلیه، ایجاد حال، میدونی سقر چیه؟ لا تبقی ولا تذر، هیچ چیز را باقی نمی گذارد و هیچ چیزی را ترک نمی کند. انسان را، همه جای انسان را می سوزد، هیچ جای از بدن را باقی نمی گذارد. لواحة للبشر، سوزنده پوست هست، پوست را می کند، پوست انسان را هم از بین می برد. علیها 19، بر اون سقر 19 تا فرشته هستند. این عدد 19 امتحانی هست. خود آیه در ادامه می فرماید این امتحان الهی است. چرا 19؟ والله اعلم. باز 19 عددشون 19 هست، یا 19 گروه هستند، 19 گردان هستند، والله اعلم. الله که گفت فرموده 19 تا، ما هم ایمان داریم 19 تا، بیشتر نمی پرسیم. اگر تفصیل آمده باشد میگیریم، اما جای تفصیلش نیامده. اما خدای عزوجل می فرماید این عدد 19 هم امتحانی هست. به وسیله این عدد بعضی گمراه میشن، مثل مشرکان که مسخره کردند، گفتن عجب، پس اونجا همش 19 تا فرشته هست، کی میتونه حریفشون باشه؟ ابو جهل گفت بچه های قریش، جوانان قریش، شما نمیتونید حریف 19 تا بشید؟ یکی که خودش را قهرمان میدانست به نام ابو الاشد ابن اسید جمحی
اون گفت من به تنهایی 17 تا را جواب میدم، 2 تا دیگر را بقیه جوانان قریش میتونیم اونها را دستگیر بکنیم. حتی به این صورت مسخره میکردند، گمراه شدند. خب برای بعضی این عدد گمراه کن بود از این جهت که مسخره کردند. برای بعضی مثل ما مسلمان ها که به هر کلام الله ایمان و اعتماد داریم، برای ما موجب هدایته. ما میگیم آمنا و سلمنا، هرچی رب ما فرموده و هرچی که مراد رب ما هست حق است، ما ایمان داریم، قبول داریم. برای ما سبب هدایت بیشتر میشه، برای اونها سبب گمراهی بیشتر میشه. و همچنین برای اهل کتاب این 19 اگر اونها عینک تعصب را کنار بگذارن هم سبب هدایت میشه، چون این عددی هست که الله اشاره میکنه با این عدد اونها آشنا هستند. تو کتابهای اونها هم همین عدد 19 هست، در تورات و انجیل هم همین عدد ذکر شده. لذا الله می فرماید علیها 19، بر آن جهنم 19 تا هستند. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، الله می فرماید اصحاب نار را ما قرار ندادیم اینهایی که بر آتش داروغه هستند مگر ملائکه هستند، اما این تعدادشون. و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، این تعداد را ما قرار ندادیم مگر فتنه برای کفار، سبب فتنه شد برای اونها. بدبخت ها کفر بیشتر کردن، مسخره بیشتر کردن. بله، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، این لام لام عاقبته. عاقبت و انجام این عدد چی میشه؟ این میشه که یقین کنند کسانی که کتاب داده شدند، یقین میکنن کتاب کتاب خداست، چون موافق کتاب ماست. در اون کتاب هم همین عدد ذکر شده. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، و این عدد می افزاید در مؤمنین ایمانشون را. وقتی ما میگیم ما به این عدد ایمان می آوریم، پس ایمان ما هم اضافه میشه. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، و باز شک نمی کنند کسانی که کتاب داده شدند، اهل کتاب بدون تعصب، و همچنین مؤمنون شک نمی کنند در این عدد، میدونه این عدد عدد خاصی هست. اما نتیجه دیگر از این عدد ولیقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون، عاقبت این لام لام عاقبت، باز هم عاقبت و آخر الامر این میشه که میگویند کسانی که در دلهایشون مرض است، یعنی منافقین و کفار میگن ماذا اراد الله بهذا مثلا، خداوند از این صفت، مثل به معنی صفت، از این صفت، از این مثل چه اراده دارد؟ 19 یعنی چه؟ چرا 19؟ الله عزوجل بعضی از آیات را قبلا خدمت شما در باب متشابهات عرض کردم، لازم نیست فلسفه هر چیز را ما در همین دنیا بدونیم. کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، این چنین الله گمراه می کند کسی را که بخواهد، مثل مشرکین گمراه تر میشن، و هدایت می فرماید کسی را که بخواهد. اما حقیقتش این معلوم میشه که این 19 رمزی هست، این 19 از رموز الهی هست، و الا تعداد فرشتگان الله بهتر میداند. الله می فرماید و ما یعلم جنود ربک الا هو، جنود و لشکریان رب را نمیدانند مگر او، فقط الله میداند چه تعدادی هستند. فقط در یک روایتی من خدمت شما در سوره مومن اون روایت را عرض کردم و ذکر کردم که وقتی که فرشتگان الذین یحملون العرش و من حوله، تحت این آیه اونجا نوشتن علما که تعداد فرشتگان الله بهتر میداند. فقط در روایت آمده که در بیت المعمور، بیت المعمور موازی بیت الله هست، اینجایی که بیت الله در مکه مکرمه قرار دارد کاملا موازی و روبروی این بالاتر از آسمان ها، آسمان هفتم یه جایی هست محل طواف فرشتگان.
جای بسیار وسیع هست، اسمش هست بیت المعمور. در اون بیت المعمور هر روز 70,000 فرشته طواف میکند، هر روز. و این 70,000 نفر دیگه تا قیامت نوبت بهشون نمیرسه، همین یک بار. آجی ما اهل سعادت سال یک بار میره، 2 سال یک بار میره، اون فرشته دیگه تا قیامت بهش نوبت نمیرسه، اونم هر روز، نه اینکه مثل ما سال یک بار، هر روز. شما الان بسنجید، از عقل خیلی فراتر این بس که تعدادشون چقدر هست. و ما یعلم جنود ربک الا هو، لشکریان رب را هیچ کس نمیداند مگر خود الله میداند. و ما هی الا ذکرى للبشر. و ما هی بحث سقر آمد، نه؟ الله فرمود که من این دشمنم را در سقر داخل میکنم که بر سقر 19 تا هستند. میفرماید الله و ما هی الا، نیست این ذکر سقر مگر پندی هست، تذکری هست برای بشر. حال الله عزوجل بعد از این در رابطه با جهنم، چون بحث جهنم آمد، در رابطه با جهنم الله عزوجل میفرماید، الله میفرماید کلا، کلا عند شیخ حسین علی رحمه الله میفرماید این کلا ردعیه نیست، این کلا به معنی حق هست. کلا یعنی حقا، یعنی شک نکن، حقیقت اینه. کلا والقمر، سوگند به ماه شاهد است، واللیل اذ ادبر، و همچنین سوگند به شب وقتی که ادبر پشت میدهد. شب که پشت بدهد چی میاد؟ سپیده، صبح میاد، نه؟ یعنی خداوند هر جا سوگند به نور میخورد. واللیل اذ ادبر، شب وقتی که پشت بدهد، بعد از او چی میشه؟ والصبح اذا اسفر، صبح وقتی که روشن میشه. انها لاحدى الكبر، همانا این جهنم سقر، لاحدى الكبر، یکی از آیات بزرگ الله است. به اعتبار انذار بنویسید، از آیات الهی هست، به اعتبار انذار که ما را میترساند. باید تک تک از جهنم بترسند. لاحدى الكبر نذیرا للبشر، الله می فرماید این ترساننده بشر است. برای ترس بشر این مطالب گفته شده. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، برای هر کسی که بخواد، تمام مکلفین. چی میخواد؟ ان یتقدم، جلو بیاد یا عقب بره. یتقدم الى الاسلام او یتأخر عن الاسلام. یعنی خدا میفرماید من ذکر جهنم را آوردم تو قرآن، یکی از کبر هست، یکی از انذارهای بزرگ هست که شما بندگانم را بین بدهم، بترسانم. الان شما اختیار دارید. لمن شاء منکم ان یتقدم، هر کسی میخواد بیاد جلو به طرف اسلام، به طرف ایمان، به طرف توحید. و هر کسی نمیخواد یتأخر، یعنی از اسلام فاصله بگیره. فمن شاء، در جای دیگه الله فرموده فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی دوست داره ایمان بیاره، هر کسی دوست داره کفر بکنه، ولی این را هم حلقه گوشش بکنه، آویزه گوشش بکنه که انا اعتدنا للظالمین النار، برای کافرین ما آتش آماده کرد. لذا اختیار با خودتون. لذا اینجا هم الله می فرماید من جهنم را و ذکر جهنم را در قرآن آوردم که این یکی از کبر است، یکی از انذارهای بزرگ است برای کسی که میخواد ان یتقدم، بیاید به سوی اسلام، او یتأخر، یا فاصله بگیره، عقب بکشه خودش را. در روز قیامت هر انسانی گرفتار عملش است. کل نفس بما کسبت رهینا، هر نفسی به آنچه که کسب کرده گرفتار است. رهن گروه را میگن، نه؟ گروه اعمال خودش هست انسان. اما این انسان، شما را مژده باد که این انسانی که گرفتار اعمال خودش هست مشرکه.
شما انشاءالله نیستید، چون الله استثناء فرموده الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین اونجا گرفتار نیستند. کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفسی، به این خاطر مفسرین گفتند نفس مشرکه مراد است. نفس مشرک گرفتار اعمال خودش هست، مؤمنین الا اصحاب الیمین مستثنا هستند. مؤمنین جایشون کجا هست؟ الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین، اونهایی که نامه اعمال به دست راست تحویل گرفتن. فی جنات یتساءلون، اینها در باغات هستند، در مجالس خودشون. یتساءلون، از هم دیگه سوال میکنند. سوال میکنند، بعض از مجرمین سوال میکنند. یتساءلون عن المجرمین، اهل بهشت از مجرمین سوال میکنند. از آیات و روایت معلوم میشه که بهشتی ها در جایگاهی هستند که بر جهنم اشراف دارند، جهنمی ها را کاملا میبینند، چون گاهی سرک میکشند، نگاه میکنند برای دوستان خودشون را هم میبینند، شفاعت میکنند خدایا اینها با ما تو دنیا بودند. خداوند اکرام میکنه صالحین را، میگه خب شما که میشناسید و از اهل ایمان بودن، پس شفاعت شما قبول، بیرونشون کنید. معلوم میشه که اشراف دارن، لذا در جایگاهی قرار دارن، در سکوهایی هستند که مجرمین را میبینند، از مجرمین سوال میکنند. اصحاب الیمین مؤمنین. یتساءلون عن المجرمین، سوال میکنند از مجرمان که ما سلککم فی سقر، ای مجرمان چی چیزی شما را داخل کرد در این جهنم؟ سقر عرض کردم نامی از نامهای جهنم است. شما را کی آورد تو جهنم؟ چه عملی باعث شد؟ الان اونها ذکر میکنن. ببینی از این اعمال بدور باشیم. قبلا عرض کردم دو چیز هست که جز وظایف ما هست و موجبات نجات ما میشه. یکی التعظیم لامر الله، در مقابل دستور خدا باید تعظیم، هر چی خدا گفته بگیم چشم. دوم الشفقت علی الخلق، بر خلق خدا شفقت داشته باشیم، به ضعفا برسیم، همدردی داشته باشیم. اینها این دوتا را نداشتند، خودشون اعتراف میکنن ما در دنیا نداشتیم، نه امر خدا را اطاعت کردیم و نه به فقیر فقرا و ضعفا رسیدگی کردیم. این بهشتیان از اونها میپرسن ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما را در جهنم داخل کرد؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما از نماز گزاران نبودیم، ما نماز نمی خوندیم، یعنی امر خدا را به جا نمی آوردیم، تعظیم امر الله نداشتیم. ولم نکن نطعم المسکین، ما به مساکین خوراک نمی دادیم، یعنی به مساکین رسیدگی نمی کردیم. در کنار ما بود، بوی کباب ما دیوانهشون کرده بود، ولی اونها از گرسنگی شکم درد داشتن، معنیش همینه دیگه. لذا ما به اونها نمی رسیدیم. پس نه حق الله را ادا کرده و نه حق العباد را ادا کرده. البته ایمانم نداشته، از ادامه معلوم میشه. و کنا نخوض مع الخائضین، ما داخل می شدیم، وارد بحث می شدیم با خائضین، با کسانی که وارد بحث های خلاف اسلام می شدن. خائضین بنویسیم مخالفین اسلام، یعنی ما همیشه با مخالفین اسلام، منافقین، یهود، نصارا، مشرکین، با اونها هم زبان بودیم، هم مجلس بودیم. لذا بر حذر باشیم از اینکه با اهل نفاق، با اهل شرک همیشه جلسات داشته باشیم بر علیه دینداران. هستند کسانی که میروند وارد یک گروه های، یک مجموعه های، وقتی میرند مجبور میشن برای حقوق خودشون برنامه ریزی بکنند بر علیه اهل حق، بر علیه اهل دین، بر علیه اهل دعوت. لذا باید بر حذر بود.
از افرادی که اون افراد برنامه ریزیشون در جهت مخالفت با اسلام، مخالفت با دین، مخالفت با تعلیم، مخالفت با مسجد، مخالفت با جهاد، مخالفت با دعوت الله هست. بعضی ها برنامهشون همینه. اذا مبادا که ما با اونها هم مجلس و هم نشین باشیم و در برنامه ریزی شریک باشیم. اینها همینه میگن و کنا نخوض مع الخائضین. اونهایی که وارد بحث می شدن و در گود بحث ها می رفتن بر علیه اسلام، ما هم با اونها بودیم، شریک بودیم، چون از اونها پول دریافت می کردیم، مجبور بودیم. و کنا نکذب بیوم الدین. ما روز دین را، روز جزا را تکذیب می کردیم، یعنی قیامت را باور نداشتیم. می گفتیم نه این حرفا، همونطور که خیلی از جوانها متاسفانه امروز عقیدهشون سسته. بعضی پدران شکایت میکنن وقتی که بهشون گفته میشه این کارا را انجام بده، میگه حرفا قدیمی شده، الان وقت دور جدید است، الان زمان تکنولوژی هست، به طرف بحث‌های دیگه بریم. اصلا از خدا و نماز و قیامت خبری در دلشون نیست، باور ندارن. بعضی ها باور ندارن ولی به زبان جرأت نمیکنن بگن. اینها اونجا میگن و کنا نکذب بیوم الدین. ما روز جزا را، روز قیامت را تکذیب میکردیم. حتی اتانا الیقین، حتی که موت آمد، مرگ آمد، بعدا متوجه شدیم که اینا راست بود. الان الله میفرماد اینا چون ایمان نداشتن هیچ شفاعتی برای اینها مفید نمیشه. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. نفع نمیده برای به اینها شفاعت سفارش کنندگان. سفارش کنندگان هیچ شفاعتی نمیتونن در حق اینها بکنن. الله عزوجل حال در این دنیا بر این افراد زجر بیان میفرماید. اونجا قیامت پشیمانه که چرا من گوش به حرف نکردم، چرا من از خیرخواهان گوش نکردم، چرا الان در دنیا هنوز زنده هستی از این پند و موعظه الهی گریزانی، از قرآن میترسی. فما لهم عن التذکرة معرضین. توبیخ میکند الله این افراد را. چه شده اینها را که از تذکره، از پند و اندرز از قرآن روی گردانند؟ چنان از قرآن و از صدای قرآن تنفر دارند که کأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره. گویا اینها الاغ وحشی هستند. حمر الاغ وحش را میگن، گورخر به اصطلاح، که معروف هست. فرت من قسوره، همین که غرش شیر بشنود چنان فرار میکند که اصلا پشت سر نگاه نمی کند. فرت اون الاغ وحشی، اون گورخری که فرار میکند من قسوره، از غرش شیر، از آواز شیر. تو جنگل وقتی که شیر یک بار بغرد او دیگه تا جایی که میتونه فرار میکنه. اینها در دنیا همین طور هستند، از قرآن روی گردانند، جایی که صدای قرآن اینها فرار میکنند تا نشنوند. چرا؟ بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتی صحفا منشره. بلکه شاید میخواهد هر یکی از اینها که داده بشه یک صحیفه باز و مفتوح، یعنی برای هر یکی انتظار در یک نامه خصوصی برش بیاد، به نامش، به عنوانش، جناب ابو جهل، جناب عتبه، بیا ایمان بیار. این انتظار را دارد به صورت خصوصی؟ کلا، هرگز چنین نیست. الله میفرماید اصلش اینه که اینا به آخرت ایمان ندارن، اینقدر جسورند، اینقدر جری هستند، اینقدر گستاخ و بی‌ادبند، چون اینها ایمان ندارن. کلا بل لا یخافون الاخره. بلکه اینها نمی ترسند از آخرت، چون به آخرت اعتقاد ندارن. کلا انه تذکره. حال الله به ما
مسلمان ها میگوید کلا، یعنی حقا، این حق است ای مسلمان، انه تذکره، این قرآن برای تو پندی هست، از این پند بگیر، از این برای زندگی خودت برنامه بگیر. فمن شاء ذکره، هر کسی میخواهد ذکره، این را یاد کند، مطالبش را بیاموزد، مطالبش را بگیرد. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، الله می فرماید یاد نمی کنند از این قرآن، پند نمی گیرند مگر اینکه خدا بخواهد. هو اهل التقوى و اهل المغفره، خداوند اهل تقوی و اهل مغفرت است. یعنی اهل تقوی یعنی چی؟ یعنی خداوند اهلیت این را دارد و صلاحیت این را دارد که از او باید بترسیم. اهل التقوی یعنی اهل این که از او ترسید. چنانچه حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می‌فرماید در تفسیر همین آیه که نمیدونستن صحابه که خداوند اهل تقوا است یعنی چی. چون ما انسان ها میتونیم اهل تقوا باشیم، مثلا شما اهل تقوا یعنی متقی هستید، خدا اهل تقوا است یعنی چی؟ عن انس ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فی هذه الايه، رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره این آیه فرمود قد قال ربكم انا اهل ان اتقى، من اهل این هستم که از من بترسن مردم. فلا یجعل معی اله، با من هیچ معبود و الهی را شریک نگیرن. فمن اتقانی، پس هر کسی از من ترسید، فلم یجعل معی الها آخر، با من الهی دیگر را شریک نساخت، فانا اهل ان اغفر له و اهل المغفره، من اهل این هستم که او را ببخشم. این را روح المانی آورده به آدرس مسند امام احمد، ترمذی، حاکم نیشابوری، نسائی، ابن ماجه، در همه این کتابا این حدیث آمده که الله میفرماید من اهل این هستم که مردم از من بترسند و با من معبودی دیگر را شریک نسازند. هر وقتی که از من ترسیدن من اهل مغفره هستم، من اونها را میبخشم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اله العالمین، پروردگارا اون ایمانی که مطلوب تو هست و مورد رضای تو هست نسبت به توحید و نسبت به رسالت و نسبت به قیامت نصیب ما بفرما، و اون عملی و اون اعمالی که تو راضی میشی و تو انتظار داری از بندگانت، اون اعمال را نصیب ما بگردان و ما را صاحبان توفیق برای اون اعمال بگردان. پروردگارا اخلاقی که تو از ما میخواهی و در کلامت از تعریف کردی از اون اخلاق، ما را متصف به اون اخلاق بگردان. مولا این آیات را که میخوانیم توفیق عمل به این آیات عنایت بفرما. عقیده آخرت را، عقیده معاد را و عقیده بعث بعد الموت را در ریشه های دل ما جای بده. پروردگارا در روز قیامت ما را از اصحاب یمین بگردان، ما را از اونهایی بگردان که با دیدار ربشون لذت میبرند. ما را دیدار خودت را نصیب ما بگردان، رضای خودت را نصیب ما بگردان. مولا از ما راضی باش، از ما خوشنود باش، به اعمال ما و به غفلتهای ما نگاه نکن. اله العالمین، از ما را بندگان مرضی بگردان و از ما راضی و خوشنود باش که با رضایت در دنیا زندگی بکنیم و با رضایت از این دنیا بریم و با رضایت وارد بهشتت بشیم.
اله العالمین ما را دیندار بگردان، ما را با تقوا بگردان، ما را با ایمان بگردان، ما را از بندگان مخلص و صالحت بگردان. اله العالمین پروردگار، از گناه، از معصیت، از بدعت، از خرافات، از هر آنچه که تو را ناراضی می کند ما را توفیق اجتناب و دوری عنایت بفرما. اله العالمین پروردگار مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات دینی را، مشکلات دنیوی را، همه نوع مشکلات را حل بفرما. گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما، بالخصوص اساتید، مشایخ، پدران و مادران ما که رفتند، روحشان را شاد بفرما و درجاتشان را در جنت الفردوس بلند بفرما. ما را، خاتمه ما را هم با ایمان بگردان و ما را در زمره اهل بهشت قرار بده. پروردگارا بر ما فضل بفرما، بر ما لطف و احسان بفرما، ما را جز محرومین قرار نده، ما را مردود در بارت قرار نده، ما را از مقبولین قرار بده. اله العالمین مقبولیت نصیب بفرما و شرایط و صفات مقبولین را در ما پیدا بفرما. اله العالمین طاعت و بندگی های شکسته ما را قبول بفرما و ما را بیشتر توفیق بده، از اهل توفیق بون بگردان. پروردگارا رب خاتمه همه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد بگردان. تمام عزیزانی که تقاضای دعا کردن، برادران، خواهران، برای هر مقصدی، برای هر حاجتی، مولا حاجاتشون را برآورده بفرما، دعاها را قبول بفرما، فریادهای دل را بشنو و اجابت بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.